نیروی هوایی آمریکا قوی‌ترین نیروی هوایی جهان است و حتی کل اتحادیه اروپا توان برابری با آن را ندارند. پس ایران چگونه مدعی مقابله با آمریکاست؟ شلیک موشک‌های برد بلند کوتاه و متوسط اتفاق جدیدی نیست که در رزمایش پیامبر اعظم 2 نیز به همین شکل موشک‌های سپاه شلیک شدند. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با استعانت از خداوند متعال و استمداد از حضرت بقیة الله الاعظم، یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله. آنچه این رزمایش را خاص می کند وجود یک پایگاه شبیه سازی شده از روی پایگاه‌های کشورهای فرامنطقه‌ای است. این پایگاه در ابعاد 1 به 1 و با لحاظ جزئیات کامل ساخته شده است و این یعنی ایران به توانایی رصد کامل پایگاه‌های دشمن بدون دیده شدن دست یافته. اگر چنین باشد اصل غافلگیری برای مهاجم از بین می رود و کلیه پایگاه‌های آمریکا در معرض حمله هستند. یعنی به طور دائم موشک‌های سوخت مایع از درون سیلوهای گمنام و پراکنده به سوی این اهداف نشانه رفتند و پهپادهای شناسایی پرواز مستمر را بر فراز آن انجام می‌دهند. ما رقابت تکنیکی نمیخوایم با دنیا انجام بدیم. ما به روش‌های خودمون که عمدتاً ناشی از طراحی‌ها برای یک جنگ نامتقارن هست سیستمامون رو سازماندهی کردیم و طبیعتاً با این تاکتیک‌ها و به کارگیری نیروهای زبده و روش‌هایی که کاملاً بومی و شیوه‌هایی هست که مخصوص ایرانه ما اطمینان داریم که می‌توانیم در مقابل دشمن‌های ناهمتراز با این امکانات کاملا مقابله بکنیم و با روش‌هایی که طراحی کردیم میتونیم از کشور جمهوری اسلامی کاملا دفاع جانانه داشته باشیم. و به محض اولین درگیری بارانی از موشک بر روی این پایگاه‌ها خواهد بارید. اما ایران چگونه میتواند از سد سپر موشکی دشمن فرار کند؟ سیستم دفاع موشکی یا سپر موشکی تاکنون در هیچ جنگی آزمایش نشده و از جوابدهی آن اطمینانی در دست نیست. اما موشک‌های سپاه ترکیبی هستند از موشک‌های برد کوتاه که می توانند با شمار بالایشان سیستم دفاع موشکی را به خود مشغول کنند تا موشک‌های برد بلند بالستیک مجهز به کلاهک‌های بارانی یا قدرت تخریب بالا بتوانند بعد از خروج از جو شیرجه موفقی را روی اهداف دشمن بزنند.
این موشک‌ها قدرت تخریب عمیق متمرکز یا سطحی وسیع را دارند که باعث از بین رفتن هواپیماهایی می شود که روی باند آماده پروازند. این موشک‌ها می توانند هم به صورت متحرک سوخت جامد و هم به صورت پرتاب از سیلوها با سوخت مایع عمل کنند و در یک زمان تمامی پایگاه‌های آمریکا را زیر آتش بگیرند.